هم میهنان عزیزم، شما با شجاعت و ایستادگی خود تحسین جهانیان را برانگیخته اید. حضور دگرباره و پرشکوهتان در خیابان‌های سراسر ایران در شامگاه جمعه پاسخی دندان شکن به تهدیدهای رهبر خائن و جنایتکار جمهوری اسلامی بود. یقین دارم که او این تصاویر را از مخفیگاهش دیده و از وحشت لرزیده است. اکنون با پاسخ قاطع شما به نخستین فراخوان یقین دارم که ما با هدفمندتر کردن حضور خیابانی و همزمان قطع شریان‌های مالی، جمهوری اسلامی و دستگاه فرسوده و شکننده سرکوبش را کاملا به زانو در خواهیم آورد. در همین راستا از کارگران و کارکنان بخش‌های کلیدی اقتصاد به ویژه حمل و نقل و نفت و گاز و انرژی دعوت می‌کنم روند اعتصاب سراسری را آغاز کنند. همچنین از همه شما می‌خواهم امروز و فردا شنبه و یکشنبه 20 و 21 دی ماه این بار از ساعت 6 بعد از ظهر با پرچم، تصاویر و نمادهای ملی به خیابان‌ها بیایید و فضاهای عمومی را از آن خود کنید. هدف ما دیگر صرفاً آمدن به خیابان نیست. هدف آمادگی برای تسخیر مراکز شهرها و حفظ آنهاست. برای رسیدن به این هدف تا حد امکان از مسیرهای مختلف به سوی بخش‌های مرکزی‌تر شهرها حرکت کنید و جمعیت‌های جدا را به هم پیوند بزنید. همزمان از همین حالا برای ماندن در خیابان آماده شوید و تدارکات لازم را تهیه کنید. به جوانان گارد جاودان ایران و همه نیروهای مسلح و امنیتی که به پلتفرم همکاری ملی پیوسته‌اند میگویم ماشین سرکوب را بیش از پیش کند و مختل کنید تا در روز موعود آن را کاملا از کار بیاندازید. من نیز در تدارک بازگشت به میهن هستم تا در زمان پیروزی انقلاب ملیمان کنار شما ملت بزرگ ایران باشم. باور دارم که آن روز بسیار نزدیک است. پاینده ایران.